قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: أكثروا ذكر هذه اللذات. با حمد و سپاس و ثنای پروردگار و صلوات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و آرزوی موفقیت و سربلندی برای یکایک شما عزیزان، خدا رو شاکرم، سپاسگزارم که چنین توفیقی و فرصتی به دست اومد تا از روی منبر جمعه با همدیگه دیدار و ملاقاتی داشته باشیم. جا داره از همه عزیزان، بلخص امام جمعه محترمتون، تشکر و تقدیر ویژه‌ای بشه. یکی از مهمترین و اصلی ترین دردها و گرفتاری هایی که ممکنه یک مؤمن و یا یک خانواده مسلمان و یا یک جامعه اسلامی با اون مواجه بشود و دچار اون گرفتاری بگردد، درد و رنج و بیماری غفلت است. چیزی که چقدر قرآن و همچنین پیغمبر علیه السلام ما رو بر حذر داشتن از اون. غفلت از خدا و غفلت از قیامت، این بدترین و خطرناکترین بیماری ها و دردهایی است که ممکنه یه انسان به اون دچار بشود. نه اینکه دنیای انسان رو برباد میدهد، بلکه آخرت انسان رو ویران میکند. حقیقتا کسانی که مآل و سرانجامشون عیاذا بالله جهنم است، در سایه و نتیجه غفلت بوده. وقتی انسان از خدا و قیامت غافل بشود، دست به هر کاری میزند. من یه سوالی دارم از همه عزیزان، هر کجا باشیم این سوال رو مطرح بکنیم. وقتی ما در میان مسلمانان اون همه گناه ها، اون همه معاصی و نافرمانی میبینیم، آیا شما تصور میکنید چون مسلمانان نمیدانن؟ اونی که نماز نمیخواند نمیداند که گناه بزرگه؟ میداند، همه میدونن. بلخص نماز چه جایگاهی داره همه مسلمان ها از بزرگ و کوچک میدانن.
اما چقدر ما انسانهایی داریم که یا بی نمازن یا تو نماز خوندنشون بی پروا و سهلنگارن، سستی میکنن. ماه رمضان که میاد کسانی که روزه خوری میکنن نمیدانن که روزه خوردن با عمد حرام است و گناه بزرگه، میدونن. چرا این کارو میکنن؟ اونی که دنبال ارتباط نامشروع یا اون چیزی که قرآن بهش گفته زنا میرود نمیداند که حرام است؟ میداند. پس جهل و نادانی همیشه به عنوان عامل ارتکاب گناه نیست. خیلی از گناه هایی که افراد انجام میدهند میدونن که گناه است، میدانن که حرام است، اما باز هم انجام میدهند و مرتکب اون میشوند. در نتیجه غفلت و فراموش کردن و پشت سر گذاشتن و بی‌پروا بودن است از روز قیامت، از حساب و کتاب. بهشت و دوزخ رو فراموش کردن است، از اینکه الله جل شأنه مراقب و ناظر و مواظب من هست انسان فراموش میکند. این است غفلت، این است غافل بودن. اونی که دروغ میگوید مگر نمیدونه که دروغ میگه؟ چرا کسانی که گناه میکنن غالبا برای گناه کردن برنامه ریزی میکنن که کسی اونها رو نبیند، آبروی اونها نرود، کسی متوجه نشود. چرا بعضیا این کارو میکنن؟ چون میدونن که زشته، میدونن که گناه هست، میدونن که بد است، اما چرا انجام میدهن؟ چون غافلن از خدا. مرگ و بعد از مرگ و قیامت رو از یاد برده‌اند. اونی که خیانت میکند، اونی که مال مردم میخورد، اونی که قسم دروغین میخورد، گواهی زور و باطل میدهد، اونی که تهمت میزند، غیبت میکند، نمامی میکند، اونی که مشروب میخورد، اونی که دنبال مال و جان و ناموس مردم است، همه این گناه ها از بزرگ و کوچک، ما همه ماها یا اکثریت ماها، مرد مسلمون، زن مسلمون، نه پیران و سالمندان، حتی جوانان ما هم میدونن. پس علت اصلی نافرمانی الله جل شأنه در میان ما امت اسلامی و مسلمانان قبل از اینکه جهل و نادانی باشد غفلت است و فراموشی است. اما برای علاج و درمانش و برای جلوگیری اگر غافل نیستیم خدا رو شکر بکنیم، اما کاری بکنیم که دچار غفلت نشیم. اگر خدای نکرده کسانی از ما دچار غفلت شده اند، علاج اون چه هست؟ درمان اون چیه؟ ما وقتی مریض میشویم، بیمار میشویم، چقدر ناراحت میشیم، به دکتر مراجعه میکنیم، پول میدیم، اگر پول نداریم قرض میکنیم که بریم دکتر که بیماریمون علاج و درمان بشود. این بیماری و این دردی که داریم اگر هم نهایتش علاج نشود، یه چند روزی تو این دنیا درد و رنج میکشیم، نهایتش هم میمیریم و با این مردن دنیایمون و زندگی دنیا و این جسم از دست داده ایم. اما مگر نمیدونیم که بیماری غفلت، بیماری فراموشی و نسیان به مراتب بدتر و خطرناکتر از بیماری جسمانی است؟ چون اگر بیماری غفلت علاج و درمان نشود ایمان رو از بین میبرد، آخرت انسان رو برباد میدهد، بهشت رو از انسان میگیرد. پس کدوم بیماری بایستی بیشتر بهش دقت بکنیم و برای علاج و درمان اون اهمیت بیشتری بدهیم؟ بیماری غفلت است که ایمان انسان، روح انسان، آخرت انسان رو دارد تهدید میکند. ببینید یه حکایت جالبی است از امیر مؤمنان عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، زمانی که لشکریان و سپاهیان اسلام رو به جنگ میفرستاد و برای جهاد با دشمنان، میدونید چه سفارش و توصیه میکرد به سربازان مسلمان؟ میگفت ای سربازان مسلمان، بدانید اون دشمنانی که در برابر شما قرار گرفته‌اند از روم و فرس، گرچه عدد اونها از شما بیشتر است، اسلحه اونها قوی‌تر و مجهزتر است، اما من از یه چیزی دیگر، از دشمنی بدتر است اون دشمنان بر شما میترسم، و اون دشمنی که در درون خودتون هست، از هوای نفستون. اگر هوای نفس
وسوسه شیطان بر شما غالب و پیروز بشود، ایمان شما، دین شما، آخرت شما رو از بین میبرد. اما اون دشمنی که به عنوان یک انسان مسلح و مجهز است و رو در روی شما قرار گرفته، اگر بر شما پیروز بشود شما رو میکشد، نهایتش هم شهید میشوید. پس دشمن حقیقی هوای نفس است. بیماری بسیار خطرناک غفلت است. بایستی علاجش بکنیم. علاجش چیه؟ درمانش چه هست؟ چرا ما گرفتاریم؟ گرفتاری غفلت، گرفتاری معصیت، گناه ها، اون همه معاصی میکنیم، ناراحت هم نمیشویم، توبه هم نمی کنیم. علتش چیه؟ یا درمانش چی است؟ من سعی میکنم خیلی خلاصه و کوتاه، وقت تو رو نگیرم. علاج و درمان غفلت، که هم غفلت رو در خودمون علاج بکنیم و هم در خانوادهمون و هم در دوستامون و هم در همشهریامون. این وظیفه است عزیزان. توی جوون و مؤمن و مسلمون، جوون مؤمن و مسلمون، اگر یه نفر از دوستات رو راهنمایی بکنید، ارشاد بکنید و به وسیله نصیحتت هدایت بشود، از دنیا و ما فیها برای تو ارزشش بیشتره. اما علاج و درمان اون در دو نسخه، در دو نکته خلاصه می شود. چیز زیادی هم نیست. یک، نصیحت و پند و اندرز و موعظه. این یکی از راه‌های پیشگیری و جلوگیری از این که در گناه و معصیت و غفلت نیفتیم، و اگر افتادیم برای علاج و درمان اون پند و اندرز است. و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. الله جل شأنه به پیغمبرش علیه السلام میفرمایند و ذکر، تذکر بده، پند و موعظه و اندرز و نصیحت بده به مردم، که نصیحت و موعظه برای مؤمنان سودمند است. چرا روز جمعه خطبه جمعه شرع و دینمون مقرر کرده؟ خارج از همین قضیه نیست که در روز جمعه در طول یک هفته چند دقیقه‌ای مؤمنان بیان حاضر بشوند و خطیب روی منبر پندی، اندرزی، نصیحتی بدهد که دلهای ما رو نرم بکند، ما رو از غفلت به در بیاره و در طول یک هفته که مشغول و سرگرم کار و بار و دنیا و زندگی هستیم دچار غفلت و نافرمانی و معصیت خدا نشویم. اینه که بخواهیم از همدیگر یه وقتی توی پدر، توی برادر، تو جمع خانواده‌ات 5 دقیقه، ما نمیگیم هر روز، 2-3 روزی در طول هفته با اعضای خانواده می نشینیم، یک آیه برای اونها ترجمه می کنیم، یه حدیثی از احادیث گوهربار پیغمبر علیه السلام به اهل خانوادهمون میگیم. در روز قیامت قبل از این که زنایمون و فرزندایمون به خاطر اون لقمه‌ای که اگر یه وقتی دیر بهشون رسیده، اگر پول و خرجی زندگیشون کم بوده، در مورد اینا قبل از این که از ما شکایت بکنن در مورد جهلشون و غفلتشون و نادانیشون که به اونها تذکر ندادیم، نصیحت نکردیم، یقمونو میگیرن در پیشگاه خداوند که ای خدای اگر من نمازو درست نخوندم، پدر و مادرم، برادر بزرگتر به من تعلیم نمیداد، به من نصیحت نمیکرد، اگر دروغ میگفته، اگر غیبت میکرده، اگر دنبال دوستان ناباب بوده. اینه که پروردگار میفرمایند یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنان خودتون و اهل و خانوادتون را از آتش جهنم حفظ بکنید، نجات بدید. ما روز قیامت مسئولیم در برابر همسرامون و در برابر اولاد و فرزندامون. خدا از ما سوال میکند که آیا این امانتهای الهی رو پاس داشتیم یا خیانت کردیم؟ اینه که پند و اندرز و نصیحت. اصحاب و یاران پیامبر علیه السلام با اون جایگاهشون، با اون ایمانشون، با اون صداقتشون، گهگاهی وقتی احساس میکردن، نگاه کنید چقدر میان ما و میان اون نسل عظیم و ارزشمند فاصله هست. روزی از روزها حنظله رضی الله تعالی عنه، یکی از اصحاب و یاران پیغمبر علیه السلام، وقتی دیدار میکند با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ابوبکر مشاهده میکنه که حنظله غمگین است، دلتنگ است، ناراحت است. میگه ای حنظله چرا ناراحتید؟ میگه من حنظله منافق شدم، من منافقم. میگه عجیب، ای حنظله چطوری منافقید؟ ببینید ما رفتارمون رو نگاه بکنیم تا اونها
میگه ای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، وقتی ما در جمع و حضور پیغمبر علیه السلام نشستیم، وقتی در محضر و کنار رسول خدا هستیم علیه السلام، گویا بهشت و دوزخ رو داریم میبینیم و نظاره میکنیم. اما وقتی از محضر پیغمبر علیه السلام خارج شدیم، با زن و بچه و کاروبار و زندگی مشغول شدیم، اون حالت رو از دست میدهیم. من احساس میکنم که این دوگانگی و این دو حالت است در ما و این نفاق است و منافقی. من منافق شدم. ببینید اونا چه حالتی، و ما شب و روز شاید گناه و معصیت بکنیم، یه بار به خودمون نمیگیم که نکنه منافقیم، نکنه ایمانمون از بین رفته، نکنه بدبخت شدیم، نکنه خدای نکرده در این حالت بمیریم سرازیر گودال جهنم بشویم. یه بار شده به خودمون بگیم ملامت و سرزنش بکنیم؟ ابوبکر عرض کرد که ما هم به همین صورتیم. رفتن پیش پیغمبر علیه السلام، دردشون رو مطرح کردن. اون بزرگوار فرمودن انسان لحظاتی دارد که ایمانش اوج میگیرد و لحظاتی هم به کار و زندگی مشغول میشود. اما ما غفلت چنان ما رو درگیر کرده با کار و بار و زندگی که ما رو به میدان گناهان و معاصی و نافرمانی خدا کشونده. پس این بود که اصحاب حتی با اون جایگاهشون دست همدیگه گهگاهی میگرفتن، به همدیگه میگفتن اجلس بنا نؤمن ساعه. با دوستشون، با رفیقشون میگفتن لحظاتی بنشینیم، از ایمان، از خدا، از قیامت، از مرگ، از قبر بگو، نصیحت بکن تا دل من نرم بشود. این دل سنگم که سنگ شده نرم بشود. شاید قطره اشکی از دیده ام و از چشمم بباره. ما شده در طول عمرمون یه قطره اشکی از ترس خدا، از پشیمونی، از ندامت، از حسرتی که ما عمری برباد داده ایم که خدای نکرده در روز قیامت اگر خدا سوال بکنه جوابی هم برای خدا نداشته باشیم. پس پند و اندرز و نصیحت عزیزان، روز جمعه زود بیایم، قبل از اینکه خطبه شروع بشه گهگاهی تو مسجد بنشینیم، از اهل علممون، از امام جمعهمون، از دوستانمون که میدونن بخوام که برا ما حدیثی، آیهی، پندی، اندرزی بگن تا دلمون نرم بشود. این نکته اول. نکته دوم، برای زدودن و پاک کردن غفلت، برای ایجاد ترس خدا، برای اینکه مهار بکنیم هوای نفس، یاد مرگ است و بعد از مرگ. این بهترین علاج بعد از پند و اندرز. یاد مردن. اکثروا ذکر هاضم اللذات. رسول خدا علیه السلام فرمودن بسیار یاد مردن بکنید، چون اگر ما یاد مرگ سراغمون میاد در یک لحظه بدون اینکه خبر بکنه. مرگ و مردن خبر نمی کند، نه پیر، نه جوان، نه مرد، نه زن، نه سالم، نه مریض، هیچ کس مستثنا نیست. ممکنه در هر لحظه ما بمیریم. این بود که پیغمبر میفرمودن علیه السلام وقتی میخوای نمازو بخونید، چطوری نماز بخون؟ بگو شاید آخرین نماز من باشه. بله، کسانی که رفتن یکی از نمازها آخرین نمازشون بوده. ممکنه الان نماز جمعه بخونیم، که میدونه که تا نماز عصر زنده بمونیم. چقدر شنیدیم و خیلی از ماها شاید دیدیم جوانانی که در اوج جوانیشون و بهار عمرشون بودن، تازه عقد کردن، نامزدی کردن، تازه عروسی کردن، تازه ممکنه بچهشون به دنیا اومده، در یک چشم هم زدن با یه سببی که خدا مقدر کرده، جانشون رو به جان آفرین تسلیم کردند و مردند و رفتن. ما هم میرویم، هر لحظه مرگ در انتظارمون هست و در کمینمونه. اینه که بسیار یاد مرگ و مردن بکنیم. سوال شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ای الناس اکیس، کدوم انسانها عاقل‌ترن، زرنگ‌ترن، باهوش‌ترن؟ فرمودن کسی که بیشتر یاد مرگ و مردن بکند و به نحو احسن خودشو آماده بکنه برای بعد از مرگ. خودمون آماده بکنیم برای قبر تنگ و تاریک، قبری که روزی از روزها پیغمبر علیه السلام بر لب قبری نشسته بودن، قبر رو آماده می‌کردن تا مرده ای رو دفن بکنن. صحابه میگن نگاه کردیم که پیغمبر علیه السلام زار زار دارن گریه میکنن، اشک‌های او سرازیر است. بعد از اون سر رو بالا آوردن و فرمودن یا اخوتی لمثل هذا فاعدوا، برادرای من، برای یک چنین لحظه و روزی که همه ماها اونجا سرازیر خواهیم شد، برای اون لحد تنگ و تاریک و گور قبر و قبر تنگ و تاریک خودمون آماده بکنیم. و فرمودن ما رأیت منظرا قط
الا والقبر افظع من. خیلی از منظره ها و صحنه های گوناگون بعد از مرگ، بهشت و دوزخ و فردای قیامت و همه صحنه ها به من پیغمبر علیه السلام خداوند نشون داد، اما وحشتناکترین منظره و صحنه ای که به من نشون داده شد قبر بود. تنگی اون، تاریکی اون، فشار اون، سؤال و جواب منکر و نکیر و تنهایی اون. هیچ احدی انیس و همدمت نیست. دوستانی که تو دنیا ممکن بود اون همه صفا و صمیمیت داشتن باهات، میان خاک روت میریزن، دفنت میکنن، برمیگردن، ممکنه برات گریه بکنن اما همراهت نمیان. تنها کسی که حتی در قبر، در تاریکی و تنهایی قبر و گورت همراهت هست عمل صالحته. عمل صالح که پیغمبر علیه السلام فرمودن وقتی مرده رو دفن میکنید، بعد از اون سؤال و جواب قبر، شخصی میاد وارد قبر می شود با چهره و صورت بسیار زیبا که خود شخصی که دفن شده میگه تو که هستید با این صورت زیبایت؟ میگه من همون عمل صالحتم. تو آدم مؤمن بودید، در انجام اعمال صالحه می شتابیدید، به سوی گناهان نمی رفتید، اگر هم می رفتید و لغزش داشتید بر می گشتید. من عمل صالحتم با یک چنین صورت زیبا کنارت، هم نشینته. اما اگر انسان گناهکار، منافق، مجرم و جنایتکار بوده، انسانی میاد با چهره بسیار زشت و کریه و بد و ناپسند، مرده میگه تو که هستید؟ میگه من عمل زشتتم، من گناهاتم. به این شکل خداوند منو در آورده. اینه که یاد مردن بکنیم، بریم به زیارت قبور. جوون من، عزیز من، سری بزنیم به قبرستان، نگاه بکنیم اینا یه روزی زنده بودن، نهایتا من و شما هم به اون گورستان میرویم. بریم تشییع جنازه بکنیم. اونهایی که مریضن، اونهایی که دردمندن، اونهایی که پیرن، جا گرفتن، بریم به ملاقاتشون تا جوونی ما رو گول نزند، هوای نفس ما رو فریب ندهد، دوستان ناباب ما رو نفریبن. برادرها، جوونا، دوستانی که ما رو دعوت به سوی گناه، مواد مخدر، مشروبات، زنا و فحشا بکنن، اینا دشمنترین دشمنانن که پروردگار فرمودن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان بسیار صمیمی، اونایی که بسیار صمیمی هستن، در روز قیامت با هم دشمنن مگر متقیان. در روز قیامت وقتی دوست ناباب دوست خودش رو میبینه میگه تقصیر تو بود، تو بودید که من رو بی نماز کردید، مشروبی کردید، دزد کردید، گناهکار کردید. میگه غلط کردید که با من بیای. اونجا ازت دفاع نمیکنه. دوست مؤمن و متقی است که به دردت میخوره. تو این دنیا دوستان خوبی رو برای خودمون انتخاب بکنیم. من در پایان فقط 3 آیه به عرضتون میرسونم و به عرائزم خاتمه میدم. این 3 آیه میدونید چیه؟ 3 صحنه، 3 لحظه، 3 لحظه از لحظات حساس که بالاخص انسانهای گناهکار، انسانهای غافل، انسانهایی که خدا رو و دین رو پشت سر گذاشته بودن، در اون 3 لحظه حسرت میخورن، پشیمون میشون، تمنا میکنن که خداوند اونها رو به دنیا بر بگردونه تا عمل صالح انجام بدهن. کاری بکنیم که از زمره اون افراد نباشیم. یک لحظه، لحظه مردن است، لحظه‌ای که ملک الموت یا عزرائیل میاد که روح انسان رو قبض بکند. انسان هایی که غافل بودن، سرگرم دنیا و گناه و معصیت بودن، امروز و فردا میکردند و توبه نمیکردند، با بینمازی، با روزه خوری، با مشروب خوری، با اعتیاد، با دزدی و بدون توبه ملک الموت اومده که روح اونها رو قبض بکند. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترك. در اون لحظه وقتی که مرگ سراغ یک چنین انسانهای غافل می آید، میگه که پروردگارا منو بر بگردون منو به دنیا تا عمل صالح انجام بدهم و اون فرصت هایی که از دست دادم، اون لحظات حالا یادم میاد. ماه رمضان ها گذشته، نماز 5 وقت و صدای اذان میشنیدم، روز جمعه بود، لحظات فراوانی تو عمرم گذشت، پشت سر گذاشتم با غفلت، با سهلنگاری، با کاهلی، با تنبلی. خدایا منو بر بگردون تا با عمل صالح جبران بکنم. عمل صالح زاد و توشه من هست، رفیق و همدم و انیس قبرمون. روز قیامت بر سر پل صراط
چیزی که ما رو وارد بهشت میکنه به سبب اون به بهشت بریم عمل صالح است. من رو بر بگردون پروردگارا، یه مهلت، یه فرصت چند دقیقه‌ای به من بده. ما اون همه روز و هفته و ماه و سال میگذرد، اما در وقت مردن آدم تمنا میکنه یک دقیقه خداوند به انسان فرصت بدهد که در این یک دقیقه چند مرتبه بگوید استغفر الله، چند بار بگوید پروردگارا مرا بیامرز، پشیمونم، معذرت میخوام، آه بکشد و حسرت بخورد. زمانی که آه کشیدن و پشیمونی و حسرت و ندامت سودمند است. این یک لحظه. لحظه دوم وقتی خلایق جمع میشوند در پیشگاه رب العالمین در سرزمین محشر، اون موقع پروردگار حال و وضعیت گناهکاران، مجرمان، جنایتکاران این گونه به تصویر میکشاند: ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اون وقت اگر نگاه بکنید که مجرمان، گناهکاران، جنایتکاران چگونه سرفکنده از شرمندگی و از ذلت و رسوایی سر و پایین انداخته‌اند جلو پروردگارشون، روشون نمی شود که جلو احکم الحاکمین سر و بالا بیاورن، نگاه بکنن به پروردگارشون، میگن پروردگارا ما دیدیم آیاتت در دنیا، شنیدیم، ما رو بر بگردان تا عمل صالح انجام بدهیم، ما رو به دنیا بر بگردان، همین دنیایی که الان درش زنده ایم، همین عمر و وقت ارزشمندی که در اختیار داریم، ما رو بر بگردان تا عمل صالح انجام بدهیم. ما یقین و باور پیدا کرده ایم. و لحظه سوم لحظه است که وقتی کفار و گناهکاران و جنایتکاران سرازیر دوزخ و جهنم میشوند و در دوزخ و جهنم داد و جیغ و فریاد سر بر میآورند و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. داد میزنن، جیغ میکشن جهنمیان که پروردگارا ما رو از جهنم بیرون بیاور تا عمل صالحی غیر از اون گناه ها، غیر از اون معصیت ها و جنایت هایی که انجام داده ایم. حالا میدونیم که چه چیزی به درد آدم میخورد، عمل صالح است. عزیزان الان زنده ایم، خدا رو شکر بکنیم. اونهایی که مردن چیزی میطلبن که ما داریم. اون انسان در حال مردن چیزی از خدا درخواست میکند که ما داریم، حیات و زندگانی و عمر. بیاییم، ماه رمضان هم در پیش است که انشالله در هفته های آینده ائمه جمعه شما و دوستان بیشتر در فضیلت ماه رمضان و استقبال از اون برای شما صحبت میکنن. آستین همت رو بالا بزنیم، توبه بکنیم، استغفار بکنیم. ماه شعبان در پیش است. اعمال یک ساله ما، کارنامه یک ساله ما در ماه شعبان پیش خدا میبرن. پیغمبر علیه السلام بسیار روزه میگرفتن در ماه شعبان و میفرمودن دوست دارم که وقتی نامه من و کارنامه یک ساله من پیش خدا برده میشود من روزه باشم. پس خودمون آماده بکنیم با توبه، با استغفار. وقتی نامه اعمالمون پیش الله برده میشود، خداوند نظر بکنه به دلمون، به قلبمون، به اعمالمون، به رفتارمون و ببینه که ما بنده توبه کاریم، خاشعیم و خاضعیم. خداوند به برکت این توبه و استغفار و رجوعمون به من رحم بکند و گناهان گذشتمون رو بیامرزد. امیدوارم که خداوند به هممون توفیق بده که توبه خالصانه و نصوح و صادقانه داشته باشیم و طول عمر با برکت خداوند به همه ما عطا بفرمایند. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم واستغفروه انه هو الغفور الرحیم. جواد کریم برحمته و هو ارحم الراحمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.